بله، هر چی که باشی تلویزیون ایکس ویژن. هر خرید از کلبر یعنی یک شانس بیشتر برای رسیدن به رویای پرش کاهن. کلبر، رویاها رو باید زندگی کرد. چطوره؟ بابای من همیشه میدونی چی میگفت؟ ما وقتی کارت گیره باید دم خرم ماچ کن. پیام جون، خانم من تا شما رو با اسم کوچیک صدا کردم؟ نگفتیم آقا بزن این کنسرت تمام بشه همه میرن من و تو میریم کانادا با هم دیگه. بعد تو نگران حرفای پیامی؟ واقعا شب قبلیش اینو آوردی بپوشم؟ میدونی من چرا اینجا؟ کی اینا رو پخش کرده؟ بدبخت شد. اسبی که هنوز سواری نداده اگه بزنتت زمین دیگه بهت رکاب نمیده. چی شده؟ اون عکس‌ها رو فرستادین تو سایت. کی اون عکس‌ها رو فرستاده؟ این همه خواننده هستن که مشکل دارن، دشمن دارن. شما خواننده میشناسی که اصلا دشمن نداشته باشه؟ اوی مرسی، ممنون. موین؟ مایع دستشویی دورتو از بین برنده بوهای پایدار با رایحه بیوتی وربنا. بانک رفاه کارگران شما را به تماشای این سریال دعوت می کند. اگه این شهرام یادشه کیفی که باهاش بود در کجا انداخته دیگه دست ما به هیچی نمیرسه. الماس هم پیشش بوده. شنیدم ورید و نامردی زدی. نامردیه! دختری که آوری کاری هم میکنه؟ همون کاری که دکتر گفته رو براش انجام میده دیگه. کمک کنی حافظه این شهرام برگرده، خودم حقوق 1 سال تو بهت شیرینی میدم. مبارک بشه داری آزاد میشی. کی گفته؟ بابا داره پول جور میکنه، چکاتو پاس کنه از زندان بیای بیرون. مرگم به بابا زنگ بزن بگو این کارو نکنه. اگه زنگ زدی منصرفم کنی وقت خودتو تلف نکن. نه بابا اتفاقا من زنگ زدم بگم تو رو خدا منو اینجا بیارید بیرون. دادگاه تجدید نظر حکم قصاص تایید کرد فرستاد واسه اجرای احکام. گفتی که خانواده‌اش دارن رضایت میگیرن. پولی که خواستن خیلی زیاده، هنوز جور نشد. جور نشد؟ همش نه 4 میلیاردش مونده. آقا ناصر بگو همین پوله رو قبول کنه، بدهیت هم سبک‌تر میشه. من اعدام شم 5 میلیارد هم دست شما نمیگیره. میدونه اگه 5 میلیارد از دستش بپره دیگه نمیتونه اون پولو جور کنه و احمد آزاد کنه.
یعنی چی بابا داره خونه رو میفروشه؟ اصلا مگه این خونه همش برای احمده؟ من و حامدم سهم داریم. آقا ناصر شما که نمیتونی این خونه رو معامله کنی. بس چی؟ 6 تنگ این خونه به نام شما نیست که. اینجا بنویسین ثبت و سند برابر است. امضا انگشت بزنین. اینجا شما بنویسین خانم. مبارکتون باشه. سندتون داره نوشته میشه. حاج آقا مهر امضا کنن تقدیمتون میکنم. دستت درد نکنه. سرت درد نکنه. به جون بچه‌ها لازم نبود این کارو بکنی. چرا؟ لازم. من و تو که با هم این حرفا نداریم. 20 و چند ساله داریم زندگی میکنیم. ببین تو واسه بزرگ کردن اون 4 تا بچه خیلی بیشتر از من سختی کشیدی. بعدش من کاری نکردم. 3 دنگ از خونه که توش داریم زندگی میکنیم به نام زنم کردم. اصلا بذار به حساب اون مهریه که نمیخوام بهت بدم. بعدشم کسی از کار خدا خبر نداره که. اومد ازت من همین فردا افتادم مرد. خدا نکنه این چه حرفیه؟ نه مثل میگم. من که نمیدونم تو کی زندم که. اگه یه اتفاقی واسه من بیفته اقلا تو یه سند قانونی قرص و محکم داشته باشی که آواره میراث‌خورا نشی. بچه‌های من اینجوری نیستن. کار از محکم کاری عیب نمی‌کنه. آخ اگه من یه زن دیگه این تو پیدا کنم اونم میگیرم. یادت نبود نه؟ اون سال خودت اصرار کردی 3 دنگ این خونه رو به نامم بزنی. وحید اون موقع 13-14 سالش بیشتر نبود. ولی وقتی فهمید 3 دنگ این خونه رو به نامم کردی از همه بیشتر خوشحال شد بچه. من حواسم نبود. تو که میدونستی تنهایی نمیتونم خونه رو بفروشم چرا هیچی نگفتی؟ مگه تو از من چیزی پرسیدی؟ از من نظری خواستی؟ گفتی میخوام خونه رو بفروشم و نصف پولش رو بذارم رو پول رحیم که احمد رو از زندان آزاد کنم. اما فکر نکردی آزادی احمد یعنی آزادی قاتل پسرت. وقتی فهمیدم میخوای با پول رضایت بدی قلبم له شد. سریا میبریم بانگو امضا کن. حتی اگه بمیرم نمیام برای آزادی قاتل پسرم چیزی رو امضا کنم. من میخوام بچه‌مون رو خلاص کنم سریا. 1 ساعت بعد قصاص میام همه 3 دنگ رو برمیگردونم بهت. خونه رو بفروش احمد رو آزاد کن. 5 میلیارد از این پول رو رحیم داره میده. من این 5 میلیارد از کدوم گوری بکشم بیرون؟ از گور من. هر وقت من مردم هر کاری دلت خواست بکن. احمد تا کی قرار تو زندون بمونه؟ وقتی فرزاد اعدام شه. بعدش با کدوم پول بدهیشو بدم بیارمش بیرون؟ اون موقع خونه رو میفروشه. منم میتونم به خواهرم التماس کنم بگم زمینش رو بفروشه بتونیم احمد رو آزاد کنیم. خواهر تو آب از دستش نمیچه که بیاد وقت 5 میلیارد پول بهت قرض بده. بیا بریم امضا کن. نه نمیام. اینقدرم نگو که نبشنوی. 3 دنگ خونه رو من خودم به نامت زدم. من که نخواستم. اگه حکمتش این بوده بعد 20 و چند سال نذاره خونه بچم بسوزه حکمتش رو شکر. فرزاد باید قصاص بشه. گور پدر فرزاد! مگه درد من آزاد شدن فرزاده؟ اگه این بود که فقط صبح میرفتم یه امضا مینداختم و تموم. من میخوام بچه خودم رو خلاص کنم. احمد پیش تو صداش در نمیاد ولی پشت اون میرای زندون داره دق میکنه. همه اون خندایی که وقتی میری ملاقاتش تو صورتش میبینی همه دروغن، علکیان. هر شب میشینه این بچهای 5 ساله زار میزنه. اینا رو به تو نمیگه که دردت بیشتر نشه. اما من میدونم، من دیدم. همین که نمیدونی تا کی با تو اون زندون بمونه داره دیوونش میکنه. موهای سر و صورتش سفید شده. هیچی از زندگیش نفهمید.
احمد داره پیر میشه تو اون خراب شده. بچته میفهمی؟ من همین که میدونم احمد تو زندان زنده است دلم گرمه، ولی از اینکه فکر کنم قاتل بچم بیاد بیرون تو این محله راست راه بره و تو چشمم زل بزنه قلبم میترکه. من مادرم، میفهمی یعنی چی؟ شامپو و نرم کننده موی داو با تکنولوژی ترمیم هدفمند جذب موهای آسیب دیده شده و آنها را ترمیم می کند. مراقبت از هر تار مو با داو. میبینی آقا رضا؟ میبینی کار خدا رو؟ گل میخری؟ همشو بده من. شوهرته؟ نه داداشمه. شاید تمام نشد، خفه شدی. خوشی به ما نیومده. گفتم همه چی خوب و خوش تمام شد رفت. اصلا نمیفهم خدا چرا میخواد ما همیشه سوخت بدیم. با یکم حالمون رو خوب کن دیگه. اون موقع که آقا رحیم گفت با بابای وحی به توافق رسیدن که رضایت بدن، به خدا یه چیزی ته دلم میگفت نمیشه. حالا فاز بر نداره تو. جدی میگم. بچه نگار اومد. راجبش حرف نزنید دیگه. حالش از همون بدتره. ببخشید معطل شدید. چطوری؟ میگم اگه کار داری برو، ما منتظر میمونیم. آره. چه نمیری؟ بچه لطفا نبیم دلداری بدیم، نه اصلا اینجوری وانمود کن که یه اتفاقی نیفتاده، نه اصلا ما هم حرف بزنیم، نه سوال کنیم، نه هیچ چیه دیگه. مثلا مغزم کششی رو نداره. من برسیم خونه لطفا هیچ کس هم دیگه بهم زنگ نزنه. روشن کن. اشکان من خیلی بد حرف زدم، ببخشید. میدونم میفهمید تو چه وضعیت بعد مزخرفی هم مثلا این استرس و بلا تکلیف پدرم رو در برده. همیشه اینقدر برامون رفیق با معرفت و با حالی بودی که هیچ وقت هیچی به دل نگرفتی. تو واقعا برام دلگرمی اشکان. مثلا ببخشید. اولا دلم برات میسوزه که من برات دلگرمیم، بعدش هم این چه حرفیه؟ تو بدتر از اینم اگه دلت خواست میتونی بگی. یه نگار که بیشتر نداریم. خیلی مخلصیم. اشکان میخواستم بیستگم بهت بگم، من فردا میخوام برم یه جایی، ازم نپرس کجا، چون اگه بفهمی منصرفم میکنی. اگه تونستی با هم بیای من یه خبر بده. ممنونم.
نه بابا جون من کار دارم به زنگ میزنم. آره کار دارم. خداحافظ. برم؟ میدونم نگار بدتر نشه. دیگه از این بدتر؟ این فکر میکنی کمک میکنه درسته. من پایم تا اینجا اومدم دیگه. پس برم. سلام. سهر خانم یه دقیقه بایستین. به خدا اصلا اونجوری که شما فکر میکنین نیست. از ما هیچ کدوم دارم نمیخواست اتفاق بشه. فکرشو نمی‌کردیم اینجوری بشه. به خدا یه دقیقه حرف منو گوش کنین. به خدا به قرآن اینجوری روی بعیدم شادتره. خفه شو! اسم پسر منو به زبونت نیار! چش ببخش. خامشید برید اینجا! ببخشید چش. نگاه ببخشید. بریم نگاه. بچه‌مو کشتین اومدین الان منو بکشین آره؟ ببخشید ما اشتباه کردیم. گورتون رو گم کنید از اینجا برید! تو یکی که پا تو اینجا نمیذاری. چش شما بفرمایید. چش ببخشید بفرمایید. دست شما در نکن. وقت کشید. یادم نبود اصلا. 20 خورده سال ازش گذشته. نمیدونستم اینجوری میشه. زن و بچه من بعد 1 سال یه ذره خنده اومد تو صورتشون. حالا چیکار کنم من؟ قرار من تو این بودش که پول بدهی احمد تمام و کمال جور بشه تا من بیام رضایت بدم. جور نشد. گفتم خونه رو میفروشم میذارم روی کسری پول که جفت جور شه. اونم نشد. تو میگی من چیکار کنم؟ تو 42 سال من نمیشناسی. میدونی غیر اون خونش هیچی ندارم برای فروختن. ناصر اختیار رضایت دادن با توه. این 5 میلیارد رو بگیر رضایت بده. من میدونم که اگه بیام رضایت بدم دیگه تو عوض سریا و حامد تو صورتم نگاه نمیکنن و زندگی واسم زهرمار میشه. اگه احمد آزاد میشد اقلا میتونستم خودم رو راضی کنم که اون یکی بچه‌م که برای همیشه از خونه رفت اقلا این یکی رو برگردوندم خونه که اونم نشد. ببین رحیم من ازت پول نخواستم که برم ویلا بخرم. میخوام احمد آزاد شه که با این پول نمیشه. من ببر پیش طلبکارش. شاید تونستم راضیش کنم. فکر میکنی من نرفتم پیشش؟ با اینی که فامیل نوید دامادمونه ولی فقط پول میشناسه. میگه با اسکناس با من حرف بزن. تمام پولش هم یه جا میخواد. ناصر معلوم در موندم. آدرس این طلبکارا رو بده. شاید یه کاریش کردم. مبارک باشه. فدات شم قربونت. خدا قربونت. چشم آزادیت مبارک. سلام منو به ابی برسون. شایدم خاک. ان شاءالله دیگه رادیم برا نگردی. ببین دیگه برنگردی. دیگه برنگردی. چه کاری از من ساخته است؟ من کل جریان رو براتون تعریف کردم. ببینید چیکار میتونید بکنید. هیچ راه و نبند به من آقای قیاسی. اگه راهی بود که من و باباش تو این مدت پیدا کرده بودیم.
آقای قیاسی عزیز، ببین پدر جان، از بچگی لای این خاک و خل بزرگ شدم. 120 متر دفتر شیک و پیکم اون بالاست، ولی تمام روز رو زیر سقف این آلو نکم. میخوام بگم من کاسبم، جلاد که نیستم. شما بیا روبرو من بشینی بگی بچه‌م زیر تیغ اعدامه، منم بلا نسبت شما مثل حیوان روبروت بشینم بگم پول من چی میشه. ما یه چیزای حالی مونه. احمد روزی که اومد اینجا من بهش گفتم بچه جون داری چک میکشی از رفیقت مطمئنی؟ یه پوزخند تحویلم داد، گفت از داداش بهم نزدیک‌تره. منم رو حساب دامادشون که پسر خاله زنمه همه جورم تاییدشون کرد بهش اعتماد کردم. به این برکت قسم با 4 تا برگ چک تریلی از اینجا بار بردن. موعد چک اول نرسیده یارو فلینگو بس رفت. چیکار باید میکرده؟ قید 9 میلیارد و خورده پولو میزدم. آقا قیاسی تریلی اشکرد اومده، بار بزنه. یه رو 20 دقیقه صبر کنه خودم میام. چشم. بعدش هم من که تنها نیستم، دو تا داداشم شریکم. 250 میلیارد مسئله اینجا خوابیده، خدا رو شکر. ولی اگه قرار باشه یکی بیاد 100 تومان ببره، اون یکی 300 تومان ببره، برنگردونه، سر سال من باید کاسه گدایی بگیرم دست. آقای قیاسی، بچه داری؟ 3 تا دختر. خدا حفظشون کن. خودت پدری، ولی فقط یه ساعت خودتو بذار جای منی که بچه‌م پای چوبایی داره. به والله از شدت دردش و استخونای آدم میترکه. من دارم سقف بالا سر زن و بچه‌مو میفروشم برای اینکه این پول جور شه. آقا ناصر اگه با شما به یه راهی نرسید، برای اینکه درد منو نداره. 2 سال بچه‌اش زندانه، خیالش تخته که بالاخره میاد بیرون. با اون جرمش اعدام نمیشه. آقای قیاسی، من فقط همین یه پسر رو دارم. نزا جاقو مرگ بشه. تا غروب فکرامو میکنم، با داداشام هم سلام مشورت میکنم، بهت خبر میدم. شمارتو برای من بنویس. واسه چی این صدای ساب مرد انقدر زیاده؟ آقا شهرام خواست زیاد کنم. کری تو؟ نه مثل اینکه واقعا کری. برو تو اتاق، در رو به من صدا رو نشنوی. اینجا چیکار میکنی تو؟ عاشق چشم ابروت اومدم تو رو ببینم. خب اندازی کافی دیدی؟ برو حالا. خفه شو بابا، من تو اتاقم گرفتم کپیدم، از سردرد دارم میمیرم، صدای موسیقی گوهت نمیذاره بخوابم. چرا اینقدر تو غر میزنی؟ خسته نمیشی؟ خسته که شدم، نه از غر زدن، از دست تو. ول کن بذار برو، شرت کم. ببین من حتی چندشم میشه با تو حرف بزنم. اگه میبینی اینجا موندم فقط واسه اینه که حافظه لعنتی تو برگرده، یادت بیاد کیف کجاست. بعدش 1 دقیقه توی خلوچل که حتی یادت نمیاد زنتم رو تحمل نمیکنم، مطمئن باش. میرم مونترال پیش الناز. تو هم اینقدر اینجا بمون تا بمیری بپوسی. اونقدر بدبخت و بیخاصیت شدی 2 روز دیگه حتی یادت نمیاد الان به چی گفتم. عوضی. الو منیر. نه هنوز تعمیرگاهم، راه میافتم الان میام خونه. هیچی، خستم. ببین الهام اومده؟
الو سلام آقا قیاسی، مخلصتم. چرا نمیای در خونه؟ گفتم دیگه اونجا نیام بهتره. خب نتیجه؟ راضی شد. قرار شد سند خونه رو وکالتی بزنم به نامش، اون 900 میلیونی هم که دوستای فرزاد جمع کردن نقد بگیره، بقیه‌اش هم چک و سفته بگیره، کم کم با قرض و قلوب یه جوری پرش کنم دیگه. مطمئنی راضی شده؟ آره به خدا. گفت تا 2-3 روز دیگه میاد، میریم دادگاه، رضایت میده احمد بیاد بیرون. یعنی تو از زبون خودش شنیدی که گفت من رضایت میدم؟ بابا همین نیم ساعت نمیشه باش تلفنی حرف زدم. گفت میاد رضایت میده. تو لطف کن مدارکو بیار بریم دادگاه که رضایت فرزادو بدی. حتما به اندازه تو واسه بچه‌م زور نزدم که تا حالا نتونستم مشکلش حل کنم. حالا کی و چه جوری مشکل رو حل کرد که مهم نیست. مهم اینه که حل شد. فقط یه خواهشی ازت دارم. نذار سرای خانم بفهمه تا کار تموم شه. چطوری؟ ردیفی؟ خوبم. تو چطوری؟ مثل همیشه. چجوری اومدی اینجا؟ با پارتی بازی. بیا. من نمیکشم. این یه دونه رو باید بکش. بیا. دمت گرم. فقط اینجا چیزی ندارم جبران کنم. برگشتیم محل اونجا جبران کن. محل خیلی دور نیست. چی؟ اینکه برگردیم محل. برگردیم یا برگردی؟ برگردیم. قبل اینکه بیام به بابام زنگ زدم. یه حرفایی زد که هنوز مغزم داره تعجب میکنه. ولی همین که بابام یه حرفا رو زده برای من کافیه که مطمئن باشم راست. چی گفت؟ چیزای خوب. خوب نه خوب. موندی تو خماری؟ خب بگو دیگه. من 1-2 روز دیگه دارم آزاد میشم. شرط آقا ناصر بودرزی برای رضایت تام آزاد شدن من بود دیگه. یادته که حال کردی ها. آقا آفساید شد. این که بوی ترشی میده. ترشی؟ دیگه فقط همینو دارم. اوکی. خوبه همون؟ یه دارم تافتن بریم. نوید تافتا رو کجا گذاشتی آوردی؟ نوید تافتا رو کجا گذاشتی؟ نه هنوز که انگار خدمت شو. امر دیگه
شما رمزتون 1360. بابا چطور خوبه؟ متشکرم مرسی. خواهش می‌کنم. سلام برسون. مامانم بود. چیکار داشت؟ میگفت مثل که رحیم رفته پیش قیاسی. مامانت از کجا میدونه؟ خاله‌ام گفته بهش حتما دیگه. خب بره به ما چه؟ چی داری میگی؟ مثل که توافق کرده بره رضایت بده احمد آزاد شه. چجوری؟ جریانش مفصله. قضیه فروش خونه بابام که نیست دوباره. ظاهرا نه، ولی آزادی احمد یعنی آزاد شدن فرزادا. حامد کجاست؟ نمیدونم، شمال هنوز. من یه زنگ بهش بزنم در جریان باشه، فردا شاکی نشه بگی شما میدونستین بهم نگفتین. حقم داره. با شماره‌گیری ستاره 500 ستاره 500 مربع و نصب اپلیکیشن صراف از همین امروز میتونید سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها و طلا رو شروع کنید. دمت گرم علی آقا. خداحافظ. برو سلامت. سلامت. آقا یه پسر اومده با شما کار داره. یه نمیشناسمش. اونجا وایساده. برو کار برس. چشم. ماشاءالله محمد، ماشاءالله. بچه‌ها امروز تموم کنید شیتیل خوب هم مهندس براتون میگیرم. بابا چطوره؟ سلام رسون. آخرین باری که تو عروسی خواهرت دیدم بچه‌تر بودی. از عروسی نوید و فریبا یه 5-6 سالی میگذره، آدم بزرگ میشه دیگه. من عجله دارم، باید تو ماشین صحبت کنیم. ایرادی نداره که. نه با چه ایرادی؟ من دارم میرم. خب جانم، شما چقدر داداش من طلب داری؟ 9 میلیارد خورده ای. این خورده ایش یعنی چقدر؟ 9 میلیارد و 300. چطور؟ شما قراره 5 میلیارد بگیری رضایت بدی احمد از زندان آزاد شه، مابقیش هم چک بگیری که رحیم پر کنه، درسته؟ درسته. اومدم بگم قید اون مابقی پولتون رو بزنید. چرا؟ چون رحیم به جز اون خونه دیگه هیچی به نامش نیست. مغازش هم که مستاجره. از کجا میخواد بیاره چکیه به شما داده رو پر کنه؟ گفت اگه یکم بهش وقت بدم میتونه وام بگیری، یه خیری هم قراره بهش کمک کنه. پسرش هم آزاد میشه بهش کمک میکنه قرضشو پر کنه. منم شل گرفتم، گفتم کاری بنده خدا را بیافته. شما داری به کی کمک میکنی؟ کسی که زده یه آدم کشته؟ چون الان پسرش پای ادامه به هر چی چنگ میندازه بتونه اونو خلاص کنه. من مینویسم امضا میکنم پسرش که آزاد شد شما به 1 قرون از پولت هم دیگه نمیرسی، چون آیی در بساط نداره. همه اینا نقشه است. پسر جان قراره چک بده. چکش که پر نشه بعد از کلی برو و بیا و دادگاه و پاسگاه میرسی به اینجایی که الان با احمد هستی. باید بگیری بندازیش زندان. اتفاقا من اومدم بهتون بگم شل نگیرید. اگه مثل همین 2 سال گذشته صفر وایسین تا یه ما دیگه کل پولتون زنده میشه. پولم اگه قرار بود زنده بشه تو این 2 سال شده بود. نه دیگه الان ماجرا فرق کرده. مادر من فقط وقتی حاضر سهمش از خونه رو بفروشه که اونم این پسر اعدام بشه. بابا من واسش آزادی احمد مهمه، نه اعدام نشدن پسر این یارو. از خونه رو میفروشم. میمونه مابقی پولتون که الان بهتون میگم از کجا قراره جور بشه. من رو از شهرستان برگشتم. یه زمین 2 هکتاری به مادرم و خواهر برادراش ارث رسیده که تا یه ما دیگه دنگ و فنگای قانونیش تمام میشه و ما میتونیم سهم اون رو همونجا بفروشیم. پس چرا تا الان بابا این کارو نکرد؟ آزادی احمد براش اینقدر مهمه. گفتم بهتون زمینه یکم گیر و گور قانونی داره که داره تموم میشه دیگه. ببین آقا جون، هر جفتمون خوب میدونیم من نگران پول شما نیستم. نمیخوام یه قاتل عوضی که زده عزیزترین آدم زندگیمو کشته آزاد بشه. پس شما هم یه ما صبر کن، کل پولتو با ضررزیانش یه جا میگیری. اینجوری دیگه نفرین مادرم هم تا آخر عمرش پشت سرت نیست که چرا قاتل پسرش رو آزاد کردی. حرف آخرم میزنم و دیگه رفع زحمت میکنم. هر کی به آزاد شدن این پسر سر سوزنی کمک کنه، من و دوستای وحید هر کاری از دستمون بر بیاد و زودتر مردنش میکنیم. حتی اگه بابای 3 دختر بچه باشه. هر کاری. که راحت زندگیتون کنید دیگه، خودت درگیر شهر نکن. باریکلا. باری تو عدیدم میکنی؟ نمیدونم بهش میگن. چون میدونم کلت بادره همجوری یه چیزی پروندی نمیزنم زیر باشه.
شاید کردم باید داشته باشه ولی یه چیزی همینجوری نپروندم. خیلی جدی گفتم. پسر جان بگم کارگرام اینجا درسته قورتت بده؟ آدم خورم؟ نه اتفاقا آشغال خوره. کله شقی کار دستت میده. گم شو برو پایین. من حرفایی که باید میزدم و زدم. تو هم فهمیدی دیگه خود دانی. فردا ساعت 11 جلو دادسرا با باباش قرار دارم. میخوام ببینم چه گویی میخوری. نخم رو تو کنم برو پایین. تا نخموندم زیر گوشت گم شو پایین. هری بچه برو. حیوان. رحیم سلام ناصر. سلام. نیومده؟ دیر نکرده. قرار شد 11 تا 11 بیاد. مدارک آورد؟ آره. میخوام با هم حرف بزنیم. با چاقو؟ واسه میوه پوست کندنه. فعلا با تو کاری نداره. منو نگاه کن. شنیدم کارگرها آشغال خورن. ببین تو میتونی با پای خودت داری تو دادسرا رضایت بدی خیلی شیک بیای بیرون، ولی بعدش که اومدی بیرون من یکی هیچ تضمینی ندارم سالم برسی خونه. ما تا تهش هستیم. میگم تا تهش یعنی ته تهش. برو بشین پشت میزت گچ و سیمانه تو بفروش. چیکار داری این کارا؟ ما آدمای بی پدر و مادری هستیم ها. حالا خونه وحید جلو چشامونه. ما که میگم نه همینا، اینا 4 نفرشه. 40 نفرش خونه. ببین حامد میگفت 3 تا دختر داری. من جات بودم روشون قمار نمیکردم. برو پی کارت. شیرین طلبتو بگیر خودتم ننداز تو این فرد بازی ها. برو یه بادی به این موهای قشنگت بخوره یه حالی بکن. این ما الان مثل آقاها اومدیم سراغت داریم حرف میزنیم باز. نذار اون روی دیگمونو ببینیم. اوه دفعه بعد بابای تو بر رضایت بدی که قاتل بچه‌اش آزاد شه. بفهمی که نیومده. باسو این قطعک چرا کار نمیکنه؟ امیر فروش گفت 2 ساعت دیگه میاد. 2 ساعت دیگه میاد. 2 ساعت دیگه میاد. پدر ما رو در آورد. سلام. گوشی محمد رضا. محمد رضا. جونم آقا. جانم آقا قصی. این پژی هشمی با من کار داره. دکش کن بره. چی بهش بگم آقا؟ یه چیزی بگو دیگه. بگو رفته سفر. چند روز دیگه میاد. نمیدونم خبر ندارم. چشم آقا.
انتقام 47 سالتو از خودم بگیر، نه از بچم.